برنامه بخیر تصمیم گرفتیم که براتون غذای روش آماده کنیم. موادی که نیاز داریم برای آماده کردن روش. خب از پیازا را حلقه حلقه ریزه میکنیم. خب از پیازا را حلقه حلقه کردم. اول پیازا رو در تای دیگ میندازم. کچالو رو در سر دیگ در سر گوشت ماندم. دوباره برای نیم ساعت به حرارت خیلی کم زمان میتیم تا بخیر پخته شه. برنامه آشپزی خانگی روش بخیر آماده شد. شما هم پخته کنین، امتحان کنین، ببینین چقدر مزه‌دار است. سلام عزیزای برنامه آشپزی خانگی. دوستای عزیز دوباره خوش آمدین به این برنامه. ما در این برنامه بخیر تصمیم گرفتیم که براتون غذای روش آماده کنیم. روش که است به نظرم اگر اشتباه نکرده باشم از مردم قندار است. در ولایت قندار مردم قنداریای عزیز ما روش آماده میکنن. بیشتر تمام ولایت افغانستان آماده میکنه، اما بیشتر مردم قندار و ولایت قندار روش آماده میکنه. موادی که نیاز داریم برای آماده کردن روش: پیاز است و سیر، روغن، گوشت گوسفند، 2 دانه کچالو، مرچ تازه، نمک، زردچوبه، مرچ سیاه. حالا میریم بخیر مواد در داخل دیگ میچینیم. خب از پیازا را حلقه حلقه ریزه میکنیم. پیازا رو در تای دیگ میندازم. بعد از اینکه پیاز گوشت رو میندازم. حالا سیر حلقه حلقه کردیم، همراه مرچ تازه. دوباره کچالو را میمونم به سر دیگ. کچالو را به سر دیگ به سر گوشت ماندم. دوباره چیزی که پیاز مونده، پیاز باقی مونده رو در روی از میچینیم. نمک، زردچوبه، مرچ سیاه، به خاطر که گوشت ما چربی نداشت خشک بود. اگر گوشت شما چربی داشت نیاز به روغن نداره، اما به خاطر که گوشت ما چربی نداشت و خشک بود، حالا درش کم روغن هم بندازم و نیم گلاس آب. سر دیگه خسته شده برای نیم ساعت به حرارت خیلی کم زمان میتیم تا بخیر پخته شه. برنامه آشپزی خانگی روش بخیر آماده شد. شما هم پخته کنین، امتحان کنین، ببینین چقدر مزه‌دار است. از تک تک شما تشکری میکنم بابت لایک هایی کردین. بازم حمایت مرا فراموش نکنین و برنامه ما را لایک کنین. تشکر از شما.